ساده ترین روش نوع ایمو کردن استسات تیو 5 رو میخوام بهتون بگم. دقت کنید این خود الان روشن نمیشه، خطای ارتباط ایموبیلایزر داره. قبل از این کار حتما سوکت یونیت ایموبیلایزر رو در بیارید یا پای شماره 46 ECU رو میتونید قطع کنید که ارتباط بین یونیت ایموبیلایزر و ECU قطع بشه. از گزینه ریمپ و تیونینگ خودروهای ایرانی استسات تیو 5 ریمپ این ECU از فایل اورجینال کارخانه انجام میشه. حذف ایموبیلایزر، غیر فعال بودن رو میزنید، تایید رو میزنید و میریم برای دانلود. قبل از دانلود حتما سوکت انژکتورها و یا رل دوب رو جدا کنید که آسیب به سوزن انژکتورها نرسه. سرعت بالا رو میزنید و ثبت میکنید تا دانلود ECU تموم شه. حتما یادتون نره قبل از این کار سوکت ایموبیلایزر رو جدا کنید. بعد از اتمام دانلود سوکت رو جا بزنید، سوکت رل دوب یا انژکتورها رو. به این روش میتونید تیو 5 رو استسات تیو 5 رو پیکوت کنید. ما سوکت رو جا زدیم، سیویش رو میبندید، باز میکنید و میریم برای استارت. تمام.